وقت گمان نمی کردم که در سر قبر همکوش عزیزم دوگانه بی نهایت به دلم نزدیک من ایستاده گپ میزدم. برای ویدا با فاطمه غلامова ده ها نفر از همکاران و دوستانش به نزد منزلش آمدند. آنها از خدمت‌های او برای رشد تئاتر و سینمای تاجیک یاد کردند. من میسر گردید که من و اون کس با هم همباز باشیم در اولیا و آسی و همون وقت من از تجربه بای اون کس خیلی استفاده بردم، خیلی پندها گرفتم. کدام رول نقشی که بازی میکردند از صدق دل بازی میکردند. فاطمه غلامova 40 روز پس از درگذشت شوهر سابقش حبیب الله عبدالرزاقov افتید. عبدالرزاقov روز 19 ینور وفات کرده بود. ذکر شدم وقتی که گرچند که با پدرم 45 سال پیش جدا شدن، خیلی ذکر شدن. همکورس بودن در مسکو، گیتس میخوندم با هاشم گدایف، مریم ایسای و ناصر حسنوف. فاطمه غلامova سالهای اخیر در دوشنبه میزیست. او 4 سال پیش در یک صحبت به رادیوی آزادی گفته بود تا آخر در صحنه تئاتر بود و فرزندانش هم آنجا بزرگ شدند. هفته به یک بار میرم مجلس به تئاتر خودم، به تئاتری که من قریب 60 سال عمرم در وای تئاتر دادم، در تئاتر به نام لاهوتی قریب 60 سال اونجا کار کردم و فرزندهام هم در پس پرده های همین تئاتر کلان شدن. خیلی زندگی بد نداشتم، نان تئاتر خیلی فرزندام کلان کردم، یعنی تئاتر لاهوتی خانه دوم من است. خانواده او را در تاجیکستان عائله هنرپیشگان مینامند. پسرش برزو عبدالرزاقov از کارگردان‌های معروف و برادرش اسفندیار غلامov هنرپیشه و کارگردان تئاتر و کینو است. خواهرش ساجیده غلامova از کارگردان‌های مشهور تلویزیون تاجیکستان بود. پیوندان و همکارانش گفتند علاقه‌مندی فاطمه غلامova به تئاتر و سینما تا آخرین لحظه کنده نشد. میگفتن من با این سن سال دیگر خیلی افسوس که دیگر صحنه برآمدنم برام سخت است و همیشه تلویزیون برنامه هایی که میبینم یاد اون دوره ها میافتم. فاطمه پره تمام مردهایی که من امروز سن سالشون از 50 گذشتگی است، همچون یک برنده خواب خورترکان، همچون یک مربی، همچون یک دایه، همین نسل دوره شوروی میشناختند. فاطمه غلامova از نمایندگان نسلی بود که با آمدنشان در تئاتر و صنعت تاجیک تحولات ایجاد شد، ولی همکنون در 40 روز اخیر از نمایندگان درخشان این نسل الکی حبیب الله عبدالرزاقov، ناصر حسنوف و اینک فاطمه غلامova ما را ترک کردند و رفتنشان هم در شرایطی است که متخصصان از وضع تئاتر و سینمای تاجیک نگرانی میکنند. فضای نزد منزل فاطمه غلامova در روز دفنش مثل بود که او را بعد از انجام نمایشنامه گسیل کردند.